دوستان عزیز درود. این نشر نوبتی برنامه سیاره ورزشی است، پیرامون مهمترین رویدادهای ورزشی تاجیکستان و جهان و در این نشر برنامه ما قرار کردیم در مورد جزئیات اساسی رقابت قهرمانی جهان اوید شامات میان یان نیپومنشی و دین لیژن را مورد تحلیل بررسی قرار دیم و به برنامه دعوت کردیم کتیب گنرالی فدراسیون شامات تاجیکستان ایلهام یونوسوف را. خوش آمدید به برنامه. تشکر زیاد برای دعوت. خوب، چون هر وقت ما سرآغاز صحبت سری موضوع انتخاب کرده سوژه تهیه کرده همکاران را تماشا میکنیم و بعدا سری صحبت می‌آییم. بعد از اینکه روز 20 یولی سال 2022 در روز عمومی جهانی شахمات ماگنوس کارلسن نروژی چون 16مین قهرمان جهان از نیت‌های اشتراک نکردنش در بازی برای عنوان قهرمانی جهان اعلام کرد، برای به دست آوردن تاج شахمات در شهر استان جمهوری قزاقستان دارنده عنوان قهرمانی سبقت نامزدها 2022 و مقامدار زینه دوم این مسابقه رو برای هم قرار گرفتند. خود سلسله بازی قهرمانی باشند از 7 تا 30 اپریل سال روان دایر گشتند. برای بازی سبقت قهرمانی که از 14 دبر عبارت بود، رقابت میان شахماتباز روس یان نیپومنشی و دین لیژن چینایی با نتیجه مساوی خاتمه یافت. شахматбозон дар гашти 49 ба натиҷаи мусовӣ розигӣ доданд. дар даври дуюми бозӣ бошад непомниши варзишгари чиноиро маҷбур намуд то дар гашти 29 таслим шавад. ин аввалин пирӯзии ян непомниши дар маснади варзишӣ вақти бозӣ баҳри унвони қаҳрамонии ҷаҳон ба ҳисоб мерафт. новаста аз он ки даври семи бозӣ баҳри гирифтани тоҷи шахмот 2023 бо натиҷаи мусовӣ анҷом ёфт, дар даври чорум лижени чиноӣ зафар ёфта ҳисоби бозиҳои қаҳрамонӣ ҳам ду бардо гардид. пирӯзӣ дар даври панҷум ба шахматбози рус имкон дод то дар бозии ҷоизавӣ дубора ба пеш барояд, вале ин ҳам дер давом накарду дин дар даври шашум ба комёбӣ расид. ҷолибият дар бозӣ бо ин поён наёфта пирӯзии непомниши дар даври ҳафтум дигарбора ба рафти рақобат ангезаи тоза бахшид. маҳз баъди ин пирӯзӣ намояндаи кишвари русия ки дар мусобиқа аслан таҳти парчами фиде баромад мекард, то даври 12-уми рақобат дар 4 даври баъдӣ ҳеҷ кас зур баромада натавонист ва мухлисон танҳо натиҷаҳои мусовиро диданд. вале дар 12-уми рақобати шахмоти маъмулӣ дар шаҳри остона непомниши ба шиддатнокӣ тоб оварда натавонистонд ва мағлубияти навбатиаш аз лежен боиси дигарбора баробар гардидани ҳисоб шуд. баъди ҳисоби 6-8 ҳарчанд ки ҳар дуи ҷонибҳо ба пирӯзӣ талош мекарданд, вале дар ду даври боқимонда ҳам танҳо натиҷаи мусовӣ ба қай гирифта шуд ва рақобати натиҷааш 7-7 дар 14 даври асосӣ ба тайбрек кашида шуд. маҳз дар даври чоруми бозиҳои тайбрек баҳри унвони қаҳрамонии ҷаҳон оиди шахмот 2023 ян непомниши аз намояндаи чин дин лижен бо ҳисоби 1-2 бар 2-2 шикаст шуд. даври бозӣ дар гашти 68 анҷом ёфт. шахматбози чиноӣ на танҳо ба унвони 7-умин қаҳрамони ҷаҳон оиди шахмат мушарраф гардид, вале нахустин шахматбози чиноӣ дар таърих гардид ки ба чунин унвони пуршараф дар олами шахмоти касбӣ расида тавонист. To the winner of the 17th world champion, Din Liژن. خوب، در مورد موضوعی که انتخاب کردیم این هم مسابقه قهرمانی جهان 2023 اوید شахмат در استان قزاقستان که گذشت چند پیش میان شахматбози روس یان نیپومنشی و دین لیژن سال نخست آن است که فرقیت این رقابت از رقابت‌های دیگر قهرمانی از نگاه شما در چی بود؟ پیش از همه من باید قید کنم که خود جغرافیای برگزاری مسابقه که اولین بار مسابقه قهرمانی بین دو بازیگر بهترین جهان در آسیای مرکزی برگزار گردید و دوم خصوصیت فرق کنندش همین بود که قهرمان کنونی جهان از بازی دست کشید و دو داوطلب یعنی که یان نیپومنشی که مسابقه بین داوطلبان دست بالا شد و دین لیژن یا اینکه دین لیرن او رو خیلی تلفظ میکنن نسبش رو جای دوم گرفته بود در این سبقت و تشکیل کنندگان مجبور شدند که بین این هر دو شахматбоз سبقت قهرمانی آماده کنند. فرق کننده دوم همین بود و بعد خودی خصوصیت بازی هایی که برگزار شد دو نقطه هست، نقطه متخصصان و نقطه نظری هواداران این بازی بسیار فرق کننده است. از نقطه متخصصان یک بها داده شد به خودی رفتی بازی ها، درجه بازی، مثلا سطح بازی
و از نقطه نظری مخلصان این بازی کهن. خب چگونه واگذاری شد از نگاه متخصصان مثلا و از نگاه اون هواداران خب بازی از شما؟ نگاه متخصصان من اینجا البته سطح عالی متخصصان رو در نظر دارم و فرض کردیم تکیه میکنم به فکر و ملاحظات قهرمان 14 جهان ولادیمیر کرامنیک. نقطه نظر انتقادی بود، چون که سطح بازی ها از نقطه نظر البته متخصصان با سطح سبقت دو بازیگر بهترین دنیا موافقت نبود، لیکن از نقطه نظر مخلصان شاهمود باشد خودی رفتی بازی سناریوی بازی مثلا فرض کنیم نیپونشی پیش میبراید دین لژن فردای بازی رو مغلوب میکرد، یعنی که رقابت و خود سناریوی بازی بسیار معقول شد به مخلصان بازی. یعنی که جالبیت احساس میشد از نگاه مخلصان؟ از نگاه مخلصان جالبیت احساس میشد در تفاوت یا در مقایسه با سبقت های 2 ساله پیش یا 4 ساله، مخصوصا سبقت بین کارلسن و کاروانا که همه بازی مساوی انجام یافت. شاید از نقطه متخصص از همون بازی مساوی لذت برد، لیکن برای مخلص البته بازی نتیجه آور دقت جلب کننده است. خب نگاه دو جانب رو که فهمیدیم، نگاه مهمونی برنامه ما چی است؟ من چنین خیال میکنم که نتیجه هایی که این سبقت آورد بسیار بزرگ هستند. خب یکم نتیجه چنانی که گفتیم قهرمان 16 جهان ماگنوس کارلسن از بازی دست کشید و این خودش البته یک فاجعه شد برای دنیای شاهمات، برای پیشروی این بازی. سبب های گوناگون دارد و فکر من او خودش سبب های شخصی رو نامبر کرد. من خیال میکنم سبب های اجتماعی نیز دارد. سبب های شخصی است. او گفت که پیش از حتی سبقت بین داوطلبان او گفته بود که اگر یعنی پومنش بار دیگر غالب بیاید من از سبقت دست میکشم، چون که یعنی که معنای دیگر بازی با یعنی پومنش رو نمیبینم برای ترقیات شما، چون که 2 سال پیش او در سبقت جهانی در دبی با حساب گران غالب آمده بود. با حساب گران غالب آمده بود. او گفته بود که اگر از نسل جوان برآید من آماده هستم. بیشتر علیرضا فیروزجا رو منظور کرده بود. بله، یعنی که او شوق‌آور است. بله، برای او شوق‌آور است. دوم این به فکر من شنیدار که این دست کشیدن از بازی البته سبب‌های اجتماعی نیز داشت، چون که تخمینا از 11-12 سالگیش ماگنوس کارلسن با یکی از ثروت‌ترین آدمای دنیا با بیل گیتس بسیار ارتباط زیچ دارد. این تشبس را خود بیل گیتس ظاهر کرده است در وقت 11-12 سالگی کارلسن. سببش نیست چرا کرد اگر خواهید من جواب میدم. او مثلا وقتی که کارلسن خردسال بود 11-12 ساله پدری کارلسن را دعوت میکند و میگوید که فرض کنیم همون شرکتی ما مایکروسافت، من خودم شخصا ما این پسر بچه رو زیر پرستاری خود میگیریم، تمام مسابقه هایی که تامین میکنیم، بهترین مربیای جهان را آماده میسازیم تا اینکه قهرمان جهان شود. و خیال میکنم که یکی از سببش این همین مسئله اجتماعی بود که او از سبقت دست کشید. و موضوع دیگر قابل بحث اینجا خود سرآغاز بازی همین بازی قهرمانی میونی نیپون نشیویلیژن آن است که ببینید خودمون 14مین قهرمانی جهان اوید شمات ولادیمیر کرامنیک پیشگویی کرده بود که در همین بازی ها، در همین سلسله بازی ها افتیش و خستن های زیاد می شود و چون این طور هم شد علاقه اولین بازی با نتیجه مساوی انجام یافت. اینجا شما سطح برابری شما بازان را میبینید یا که عموما میتوان گفت که آنها احتیاطکاری را اختیار کردند در سرآغاز بازی ها؟ اگر ما این سبقت قهرمانی را بین یعنی پومنش و دین لژن با دیگر سبقات های جهانی مقایسه کنیم، با فکر من بازی اول را اگر شما تحلیل کنید که عموما بازی این سبقت نظر به دیگر سبقت ها بسیار نتیجه آور بود. شما ببینید در قسمت اساسی در 4-10 دست پرتایی که از روی شاهمات استاندارد برگزار گردید، شاهمات معمولی 3 بازی
یعنی پومنشی دست بالا شد در 3 بازی دینلیژن شد و انمین من چون که در بالا قید کرده بودم مخلصان رو همین چیز به خود دلچسب کرد یعنی که بازی از احتیاطکاری هر دوش هم دست کشیدن اگر هر یک چیز رو که داشتن به کار بردن هر چیز در مقایسه فهمیدن می شود فرض کنیم من شاید 10 سال پیش یک مشتزن کانادایی بود ارتورو گاتی او البته مشتزن بهترین دنیا نبود لیکن بازی های ارتورو گاتی وقتی که مخلصان می اومدن بسیار توجهی زیاد می شد و تلویزیون های دنیا نیز بسیار پخش میکردند زیرا که در این بازی او از حمایت دست میکشید فقط پیش میرفت و انمین اگر با انمین مشتزنی ارتورو گاتی اگر ما مقایسه کنیم دینلیژن و یعنی پومنش انمین تاکتیک رو همین اصول بازی رو انتخاب کردن یعنی که فقط به پیش خوب ببینید بعد پیروزی در دور سوم نیپومنشی در دور چهارم به شکست روبرو شد و حساب هم برابر شد. خوب از دیدگاه شما چرا در همین بازی مرحله براخته بازی افضلیت‌های خود را نیپومنشی از دست دادن گرفت؟ خب بسیار سوال بجا و عموما پرسیدن ممکن است که چرا نیپومنشی در مرحله انمو اساسی از روی شهمات معمولی دست پا نشد گرچنده که شانس های او بیشتر بودن حتی غیر متخصصا احساس میکردن که نیپومنشی باید غلبه کند چون که هر 3 دفعه او پیش میبرآمد در حساب بله من باید قید کنم که بازی شهمات و مخصوصا بازی در چنین سطحی بزرگ نه تنها فقط صرف شهمات است این روانشناسی نیست هست و در دسته هر یک بازیگر بغیر از مربیان باید روانشناسی خوب باشد که البته حالت‌های میشوند که ورزشکار شهمات باز مایوس میشود ناامید میشود مخصوصا پس از باختن بازی پس از مغلوب شدن و در همین لحظه او یک باید روانشناس خوب باشد که با او به خود بیارد بله تکیه کرده با او تکیه کند و باز به خود بیاید از شکست روانی برقرار شود بهترین میشد اگر چنین روانشناس عضو عائله همه شهمات باز باشد فرض کنیم در مقایسه با گاری کاسپاروف در کمانده کاسپاروف در دسته کاسپاروف حتما مادرش بود که انمین رولی نقشه روانشناس رو باز میکرد و او رو به خود می آورد کلارا شاگینووا در دسته من خیال میکنم در دسته نیپومنشی چنین شخصیت نبود و ببینید که در بازی دوم دینلیژن مغلوب شد و ببینید دسته دینلیژن به چی خلاص آمدن مادرش رو از چین دعوت کردن ببینید یعنی که از تجربه کاسپاروف کار و فردا پس از بازگشت مادر او غالب اومد یعنی که انمون در دسته دینلیژن چنین متکای روانی وجود داشت به فکر من در دسته نیپومنشی چنین متکای روانی متاسفانه نبود البته برای نیپومنشی شما در مورد مشکلات روانی بیشتر اشاره کردید و اگر دقت کرده باشید ببینید در رفت همین سلسله بازی و برای به دست آوردن تاج شهمات 2023 بعد از آنی که در دور هفتم نیپومنشی باز غلبه کرد و به پیش برآمد تا دور 12 همه رقابت‌ها با نتیجه مساوی سپری شدند و تنها در دور 13 لیژن توانست حساب رو برابر کند. ببینید ما از همون ضربه‌های روانی که همون باهدی پس روانی که از جنوب فدراسیون شهمات روسیه به سراغ نیپومنشی گفته شدند و خود کارلسن در یک نشست شامگاهی ما از همین رفت بازی این 2 نفر را تنقید کرده بود همین عامل‌ها روانا میتوانستند تاثیر کنند به نفر فاورید البته وقتی که شخص بسیار حساس می شود بسیار از همین به هیجان متاثر می شود از اون سخن‌هایی که گردی گفته می شوند البته چنین شدنش ممکن است البته من گفتم که باید روانشناسی خوب در این دسته می شد که در گردی نیپومنشی باید یک قلعه روانشناسی میکرد که از این هجوم‌های اطلاعاتی او را باید امین می داشت. خب سال نهایت اخیرم در مورد آن رقابت قهرمانی که شد و گذشت سال اساسی هم سبب اساسی باخت نیپومنشی چی شد که او دیگر باره نتوانست قهرمانی هموطنان پیشین سابق قهرمان خود تکرار کند و تاج شهمات را به روسیه برد؟ سبب اساسی من در مشکلات های روانی میبینم
یعنی که در مشکلات‌های تکنیکی و بازی و دایر به رفت بازی برگزار شده نبود. بودن لیکن اون اشتباه‌هایی که آنها راه دادن چنانه که من کرامنیک و دیگر متخصصان گفتم بسیار بزرگ بودن لیکن ببینید که او شانس‌های خوب داشت از جهت روانی من خیال میکنم سبب مشکلات‌های روانی بودن. خب یک سوال دیگر تخمینی اگر ما تخمین کنیم اگر که ماگنوس کارلسن از بازی دست نمیکشید و ما از او مقابل نیپومنش بازی میکرد آیا دیگر باره میتونست با حساب بزرگ نیپومنش رو به زودی مغلوب کنه؟ اگر نیپومنشی که در همین سطحی که با دین لژند بازی کرد البته حساب باز آنمان با تفاوتی بزرگ کارلسن دست بالا میشد در همین سطحی که همین بازی شد. خب از نگاه متخصص ساحه نفر سابقه دار شما و نفری که پیشبرنده رشد شما در کشور است از نگاه شما چی سر دارد امین ماگنوس کارلسن که ببینید در دوام 10 سال توانست تاج شما را در دست نگاه دارد و خود اختیارا از سقوط کنار رفت؟ خب ببینید که چونانی که من گفتم از تقریبا 11 یا 12 سالگیش یکی از شرکت‌های کلان دنیا او را سرپرستی میکرد. مایکروسافت. بله مایکروسافت. چرا این رو میکرد؟ خب من جواب خودم رو دارم، تخمین‌های خودم رو دارم، چون که اگر شما به فعالیت بیل گیتس اهمیت دادگی باشید یکی از سمت‌های اساسی فعالیت بیل گیتس این در طب است و تخمین‌هایی هستند که آینده این یک انسان نو پیدا شود که یک جزئیات‌های کامپیوتری داشته باشد یعنی ماشین داشته باشد و من خیال میکنم در رفتی سیقل دادن کارلسن در وقتی تربیه او تشکلیابی او بعضی تکنولوژی جدید رو استفاده بردن. من یک مثال میارم وقتی که کارلسن به فکرم 14 ساله بود یک بازی او را بسیار شاهمردبازی بسیار بزرگی جهان ویکتور کاشنوی تحلیل میکرد و وقتی که یک حرکتی کارلسن رو تحلیل کرد او همیشه به خودش میگفت که راستی گپ میگفت انسان این حرکت رو کردنش غیر امکان است این حرکت ماشین است چون که انسان هیچ وقت فرزین رو پیش از یک خصوصیتی خیلی خود شاماتی است فرزین در خانه D1 بود فیل سفید در خانه C1 فرزین رو هیچ وقت انسان به خانه D2 نمیگذارد از نقطه نظر انسانی یعنی که بعضی حرکت‌هایی هستند که بعضی من خیال می‌کنم که تکنولوژی نو رو استفاده بردن و یک شاهمردباز بهترین دنیا برسه وارد شده است. شما بسیار موضوع جالب را پیگیر شدید. ببینید این تکنولوژی کامپیوتری که وارد شدند و بعضا ما مشاهده کردیم رقابت شاهمردبازان کسبی قهرمانان سابق جهان با کامپیوتر مثلا چگونه که کسپرو با کامپیوتر بازی کرد پیدا شوی همین ذهنیت عقلی ذهنیت سونی اسکوسین اینتלקت به روسی تا کجا میتواند به مغز سر انسانی و رشد عقلانی همین خود شاهمردبازان ضربه زند. خب البته این به این سوال باید خود متخصصی اوید با کیبرنتیک انفرماتیک جواب داد لیکن اگر به تاریخ مثلا نگاه کنیم اساسگذاران کیبرنتیک شنون فرض کردیم عالم آمریکایی او شاهمردباز بودند و یکم تکنولوژی رو محض در بازی شاهمرد آنها استفاده می‌بردند. در سابق اتحادیه شوروی با این کار قهرمان ششم جهان میخائیل باتوینیک سهم داشت و حتی یک چند بار به حکومت سابق شوروی در سال 49 51 53 مکتوب‌های می‌نوشت که بیاید در اقتصاد علاقه همون تکنولوژی نو کامپیوترها را استفاده بریم چون که اقتصادی بنقشه‌گیری بود در همون زمان و البته این هستند من خیال میکنم تکنولوژی هستند که میتواند انسان استفاده برد. اکنون چی طور این میگذرد با واسطه چیپ ها باشد یا با واسطه دیگر البته متخصصا باید بهوتیان لیکن انمون وقتی که ما در اول مسابقه در صحبت ما اشتباه های بزرگ رو قید کردیم در بازی البته مخلصان نیست حاضر میتونن همون برنامه های تحلیلی ویژوک های گیران کرده بازی انسان ها رو ببینن و خطاگی آنها رو قید کنن و این نیست همون قوه شاهمردبازان رو در دنیا قریب که برابر کرده است. یک موضوع جالب و قابل بحث در همین جنبستی بازی قهرمانی برای شما در آستانه آن بود که مبلغ عمومی جایزه‌ای 2 میلیون یورو را تشکیل داد که نفر قهرمان شاهمردباز چینایی 1.1 میلیون را به دست آورد 900,000 یورو دیگر باشد و نیپومنشی داده شد. خوب در خصوص به سوال پیشین ببینید برزمی زیاد شدن مبلغ جایزه‌ای به مراتب کم می شود.
این سبب رو شما در چی می‌بینید؟ من چنانی که گفتم در مقایسه همون مسئله یا جزئیات بسیار روشن می‌گردد. فرض کنیم سال 1975 قریب 50 سال پیش 48 سال پیش سبقت بین آناتولی کارپوف و بوبی فیشر سرپرستان آماده بودند در این سبقت 5 میلیون دلار بگذارند. اگر 5 میلیون دلار سال 75 رو به حاضر گردانیم شاید تقریبا 25 میلیون دلار حاضر باشد. از آن سبب که فیشر دست کشید این 5 میلیون رو سرپرستان به سبقت مشتزنی بین محمد علی و فریزر روانه کردند و در فیلیپین این سبقت برگزار گردید. شما ببینید افضل‌تر از بوکس بوده است. شاهمات انمان سالها از حتی مشتزنی و تنیس کسبی بالاتر بود. اکنون سببی این یکی از سبب‌هایشان است که شاهماتبازان نتوانستند بازی خود را برای تماشابین‌ها، برای تلویزیون، برای چی دلچسب‌تر کنند. من چون که گفتم انمان شاهمات رپید و برقوار و زودبازی را باید بسیارتر در تلویزیون نشان میدادند که مخلصان عادی تماشا کنند. و دوم سبب این بحران شخصیت در شاهمات است. چون که مولانا میگفت زین همراهان سست عناصر دلم گرفت شعر خدا و رستم دستانم آرزوست. وقتی که کارپوف کاسپاروف صحبت میکنند دلخواه موضوع باشد، تاریخ است، سیاست است، اجتماع است، او را گوش میکنند چون که او شخصیت است. با بعضی از شاهماتبازای حاضر کسبی فقط درباره شاهمات گپ زدن ممکن است. یعنی که آنها عاقل و خردمند بودند، پرذهن بودند. آنها در همون ساحه خودشان بلد هستند که دانا هستند. لیکن فرض کنید من وقتی که با آناتولی کارپوف با قهرمان 12 جهان شناس شدم و او فهمید که من تاجیک هستم و از تاجیکستان هستم، او یک بار صحبت رو با اون روانه کرد که تاجیکان با ایرانیان تاریخ عمومی دارند، ارتباط های زیاد دارند، زبان قریب که یک است و یعنی که از تاریخ باخبر است. و به من گفت که من از سال 75 قهرمان جهان شدم، دلخواه قطعه را نامبر کن، امریکا است، امریکان لاتینی است، اروپا، آسیا، با تمامی رئیس جمهورها، با تمامی سروزیرها من شناس هستم. یعنی که ببینید در کدام ساحت شاهماتباز است. خوب، از گفتار و آمارهای دقیق میگذاریم به آینده بینی و تخمین ها. اگر از همین شاهماتبازهای جوانی که پر اقتدار هستند و استعداد نادر دارند، از جمله نادربیک عبدالستارов، شاهماتبازان هندو، از میان اینها کدامی به زودی میتواند تاج شاهمات را طوری سر بردارد؟ خب ببینید اگر کارلسن پس از 2 سال باز سبقت نوبتی می شود، اگر کارلسن اشتراک نکند یک رقابت بسیار بزرگ بین شاهماتبازان جوان و میانه سال من خیال میکنم می شود. نسل نو شما عبدالستارov نادربیک را قید کردید، اونجا 2 شاهماتباز خوبی هندی هم هستند، هندو گوکش و پرگنانانتا. از پولشا کریشتوف دودا شاهماتباز آینده دار است. فیروج را میتوان البته ایرانی که حاضر مقیم فرانسه هست، علی رضا فیروزجو و اینها. و البته اون میانه سال چون که من گفتم اوسلیسو آمریکایی، بله، کاروآنا، ناکامورا، یک رقابت بسیار عجیب می شود. چون که من گفتم قهرمان شدن دین لیژن در جهان شاهمات یک بیشتر کرد و خیال میکنم همین 2 سال بسیار سبقت های دلچسب و شوق‌آور ما انتظار هستیم. فکر میکنم که کل آن جزئیات های اساسی که بودند ما توانستیم موردی بحث و بررسی قرار دیم و برای اشتراکتان در برنامه، برای آنکه دعوت ما را قبول کردید، برای شما تشکر میگوییم. خوب دوستان عزیز، این بود نشر نوبتی برنامه سیاره ورزش پیرامون جزئیات های اساسی رقابت قهرمانی جهان آید شاهمات برای به دست آوردن تاج شاهمات 2023 و در مهمانی برنامه ما قرار داشتند کاتب گنرالی فدراسیون شاهمات تاجیکستان ایلهام یونوسوف. برنامه‌های دیگری تلویزیون ورزش ادامه دارند. خیر، تنصت و پیروز باشید.